سلام سلام دوستان، امیدوارم که حالتون خوب باشه. امروز لایو معادلسازی داروسازی آلمان رو داریم. باید بدونین که این لایو قسمت یک از 2 تا لایوی هستش که ما برای معادلسازی داروسازی آلمان داریم و اینکه اگر بعداً جوین شدین و خواستین این ویدیو رو ببینین بدونین که ما یه ویدیوی دیگه هم برای آلمان خواهیم داشت. امروز خدمت خانم دکتر سوده اکبری هستیم. خانم دکتر خیلی ممنون میشم اگر ریکوست بدین که بتونم بیارمتون بالا. ایشون داروسازی عمومیشون رو از ایران گرفتن و در حال حاضر آلمان هستن و در حال مراحل در حال گذراندن مراحل معادلسازی آلمان هستن. بچه‌ها من مجبورم کامنت ها رو ببندم زمانی که ایشون اومدن بالا برای اینکه حواسمون پرت نشه، ولی سوالاتون نگه داریم سوالای شما رو جواب بدیم. خب من خانم دکتر اکسپت کردم، امیدوارم که بتونم بیام بالا. سلام، سلام، خوبی شما؟ مرسی. شما خوبین؟ خیلی ممنون، خیلی ازتون متشکرم که دعوت خواهش من قبول میکنم. کردین و تشریف آوردین. مرسی از وقتی خواهش که ما میکنم. دادین. خب خانم دکتر خواهش میشه میکنم. خودتون رو معرفی کنید؟ من که اسم فامیلم نمیدونم دقیقا چیزای خودم حرفم سوده اکبری هستم. بله. ورودی 90 داروسازی اصفهان، علوم پزشکی اصفهان بودم. حالا تحصیلم یکم طول کشید به خاطر 1 سال وقت و پایان نامه خیلی طولانی و این داستانا و دیگه توی 2022 هم اومدیم آلمان آگوست مرداد 2022 با هم به همراه همسرم. بله خیلی هم عالی، خیلی هم عالی. شما رفتین آلمان. خب معمولا یکی از بزرگترین چالش ها برای کسی که میرن آلمان زبانشه دیگه. اصلا خیلی هایی که آلمان دقیقا انتخاب نمیکنن هم به خاطر زبانشه، چون آلمان خیلی شرایطش خوبه، فقط دقیقا مسئله زبانه. میشه یه ذره اول اینو توضیح بدین که شما ایران اصلا آلمانی خوندین، رفتین اونجا شروع کردین، یکم از وضعیت خودتون بگین. اصلا دلیل اینکه آلمان رو انتخاب کردم اول بگم، من آلمان انتخاب نکردم، اصلا بهش فکرم نمی‌کردم، ولی چون که همسرم توی حوزه تکنولوژی مثلا شغل و کارش و اینا و خب خیلی آلمان به شدت نیاز داره به این حوزه و خیلی راحته اینکه جاب آفر بگیری از ایران مستقیم. به خاطر همین آلمان رو انتخاب کردیم. موازی شروع کردیم، من شروع کردم آلمانی خوندن، اما خب خیلی کند پیش میرفت، همزمان با کارم بود و اینا و خیلی مثلا جدی بهش نچسبیده بودیم. بر همین من آلمانیمو تا سطح تقریبا A2 میتونم بگم توی ایران رسیدم که بخونم و همسرم کار پیدا کرد، همزمان شروع کردیم که مثلا یا من زودتر ویزا بگیرم پیوست بشن ایشون، یا ایشون ویزا بگیرم پیوست بشن من پیوست بشم. ولی اینجوری بود که خب مثلا به خاطر اون نیازی که گفتم مثلا زودتر این اتفاق افتاد و همه آلمانی ما نتونستم کامل ایران تموم کنم و اگر که قرار باشه که کسی با ویزای این تایپ بیاد بهتر که آلمانیشو تموم کرده باشه تا سطح B2 و بعد وارد آلمان بشه. این خیلی اینطوری بله، یعنی راحت اگر شما پیوست نمیشدین و همسرتون پیوست میشد به شما، بهتر بود که زبانتون رو تموم کنین تو ایران. اصلا فکر کنم یکی از یعنی فکر کنم که مطمئنم یکی از پیش نیازهاشه زبان B2 واسه معادل سازی مدرک داراسازی به جز هامبورگ دیگه بقیه ایالت‌ها B2 رو میخوان حتما همون اول. خیلی هم عالی. خب پس شما مراحل ویزا رو فکر کنم که یه قسمتش رو شروع کردیم، ولی در نهایت با ویزای همسرتون آره، وارد شدیم. مدارکم فرستاده بودم و اینا، ولی خب دیگه همسرم زودتر کارش انجام شد. خب الان برای اینکه حالا یه ذره درباره آلمانی صحبت کردیم، شما ایران چطوری آلمانی خوندین؟ جای خاصی خوندین؟ توصیه دارین برای کسایی که میخوان آلمانی بخونن؟ اینطوری بگم بهتره. من که خب من فکر می‌کنم کلاس گرفتن مهمه. من ایران مؤسسه خب اصفهان بودم دیگه، مؤسسه نگین اونجا بود و دنا، این 2 تا مؤسسه بود. جهاد هم یه سری کلاسای میذاشت. من خب با نگین شروع کردم
و همه مدل کلاسی هم داره، فشرده غیر فشرده اینا. یه چند تا کلاس هم بعد از اون با او تیچر گرفتم، با یه معلمی توی او تیچر، اونم بد نبود، خوب بود. میشه وبسایته؟ او تیچر یه وبسایته که شما رو به معلم زبان‌های مختلف وصل میکنه. پلتفرم خوبیه. بعد مثلا چون که امتیاز و اینا هم دادن افرادی که قبلا با یه معلمی کار کردن، شما میتونید بدونید که چه جور معلمیه. و بعدم که اومدم اینجا آلمان، از طریق حمایت اداره کار یه کلاسی گرفتم که خب اون اینجا مشکل وقتی که وارد آلمان میشین، مشکل اینه که همه چی یهو سرعتش کند میشه و اون کورس خیلی طول میکشید و همه فقط به یک و با اون کورس رفتن یه 4-5 ماه تقریبا طول میکشه و شما هر روزم میرین کلاس، از مثلا روزی 4 ساعته، این شکلیه. و به دور دیگه خودم خوندم، به خاطر اینکه نمیخواستم دوباره 4-5 ماه دیگه هم وقت بذارم از اون طریق ادامه‌اش رو بخونم. خودم تنهایی خوندم به دور با کتاب و این چیزا. بعد باید امتحان بدی؟ بله، ازتون مدرک B2 میخوان، جزء مدارکی که ازتون میخوان، و بعدم دوباره امتحان زبان تخصصیه که اون لولش میشه C1 ولی C1. ولی آره، حالا باز دوباره از اول که بگم اینا رو بیشتر توضیح بدم باز. خیلی هم عالی. خب شما یه ذره حالا اگه میشه درباره خود مراحل معادل سازی داروسازی بیاین صحبت کنین. حالا الان زبانش رو یه مختصر فرمودین، ولی خب بچه‌هایی که میخوان انتخاب کنن ببینن کدوم کشور برن، خیلی کمک میکنه بهشون که مراحل معادل سازی و اون حجم درس‌ها و کلا مدل امتحانا و اینا رو بدونن که بتونن راحت‌تر تصمیم بگیرن. یه چیز دیگه هم که خیلی میتونه مهم باشه اینه که هزینه چقدره، مثلا چقدر با هزینه بدین برای هر امتحان و اینا. من به نظرم شما سوکان خودتون به دست بگیرید، هر مدلی که فکر کنید بهتره اینو توضیح بدید، ما در خدمت شما هستیم. بذارین این کار رو، چون خب از ایرانم میشه، یعنی اصلا بعد از ایران شروع کرده، بذارین من از خودم از همونجا شروع کنم. از وقتی که تصمیم گرفتیم بیایم آلمان، حالا من مزایاشو بعداً میگم، چون که میگم اون موقع من نمیدونم حالا مزایایی داشت نداشت، هیچ ایده‌ای نداشتم، نه دنبال مهاجرت اونجوری رفته بودم که مقایسه کنم کشورها رو اینا رو، نه چیز دیگه. اینجوریه که شما یه سری مدارکی باید آماده کنین. من قبلش بگم یه اتاق ایران و آلمانه، اگر بخواین تقریبا ماهانه وبینار میذاره و مراحل ویزا گرفتن و همه چی رو توضیح میده توی این وبینار برای رشته‌های پیراپزشکی و پزشکی. حالا من بعد این وبسایت هم روی لپتاپم باز کردم، دوربینو میگیرم بعد نشون میدم که آدرساشو هم ببینن، ولی اتاق ایران و آلمان سرچ کنین میادش. من خودم وبینار خودم ضبط کردم، اگر کسی خواست بعدم میتونه بهم پیام بده براش بفرستم، یه حدود 2 ساعته ویدیو که با جزئیات همه چی رو توضیح میده. میتونیم ویدیو رو برام بفرستین، من میذارم تو کانال، بچه‌ها میتونن. خیلی عالی، میفرستم براتون حتما. بعد اینجوریه که شما یه سری مدارک رو باید آماده بکنید. اول میرین توی سایت آنرکنونگ، بذارید اینو نشون بدم همین الان، به نظرم بهتره کرد. وارد سرچ میکنین آنرکنونگ و این میادش. این نمیدونم چقدر مشخصه. آره میشه اسپل کنیم همینجوری که گفته میشه نوشته میشه. آره ولی فقط اون کنونگ 2 تا ان داره. آره وارد اون سایت میشین، زبانشو میتونین تغییر بدین، مثلا اگر هنوز آلمانی شروع نکردین یا مسلط نیستین میتونین به انگلیسی یا نمیدونم حالا فارسی داره یا نه. وارد میشین اونجا و شغل مربوط به متخصصین فاخکرافت گرفته یا حالا نمیدونم انگلیسیش چی میشه وقتی که تغییرش بدین، اونو میزنین. مراحل خیلی واضحه. بعد شغلتون انتخاب میکنین داروسازو، بعد یه توضیح میده، میگه که این شغلتون اون رگلمنتیرت یعنی چی، یعنی که یه سری شغل رگلمنتیرت داریم، یه سری اون رگلمنتیرت. آره و مثلا چه میدونم معلم، داروسازا، پزشکا، کسایی که با سلامت مردم سر و کار دارن یا مثلا قوانین اینجا خیلی خاصه براشون، یا اینکه خیلی نیازمند صحبت هستش با آدمای دیگه و کامیونیکیشنه، معمولا جزء این دسته هستن و مراحل معادل سازیش با شغلای دیگه فرق میکنه.
شما میرین انتخاب میکنین اینا رو مرحله به مرحله. ازتون یه سری سوال میپرسه که آیا شما جزو کشورهای چه میدونم اروپایی هستین، سوئیس یا چه میدونم فلان جا هستین، که خب اینا رو جواب میدین، میگین نه ما میشیم دیجیتالاند یا یه چیز سومیه خارجه از اتحادیه اروپا، خارجه، مثلا آمریکا، استرالیا، سوئیس هم نیست و یه چیز سومیه. هی این مرحله اینجوری خیلی مشخصه توی وبسایت دونه دونه. بعد در نهایت ازتون میپرسه که خب کدوم ایالت میخواین برین. اینجاست که همه چی فرق میکنه، یعنی واسه به طور کلیه که، ولی واسه هر ایالتی اون چیزای مورد نیاز اولیه فرق میکنه. من خودم برلینم. اگر که با ویزای پیوست نمیومدم نمیتونستم بیام برلین، به خاطر اینکه اینجا باید ساکن باشید از اول که بتونید اقدام کنین اصلا. ولی همه ایالت‌ها اینطوری نیست. مثلا فکر می‌کنم هامبورگ اینطوری نیست، خیلی ایرانی‌ها میان هامبورگ، میدونم پزشکا و رشته‌های ما، و یه سری ایالت دیگه همینطوری نیست. شما بعد انتخاب کنید دونه دونه به این ایالت‌ها رو ببینین و لیست موارد مورد نیازش رو ببینین که چی میخواد، که ببینین کدومش برای شما بهتر و راحت تره. ایالت‌های بزرگ مثل برلین و هامبورگ و مونیخ و این سه تا و حالا چیزای بزرگ، شهرهای بزرگ، بعدیش اینه که خیلی زمانهای انتظار طولانیه واسه بررسی مدارک. هر مرحله که دارین زمان انتظارش طولانی میشه خیلی. طولانی یعنی مثلا چقدر؟ مثلا الان کار من تقریبا، حالا اگر من فرض میکنم به دوم ایران اگه گرفته بودم، میتونه 1 سال و خورده ای طول بکشه. فقط اینکه مدارکتون رو چک کنن؟ نه، کلش با هم. ولی خب همون مرحله چک مدارکم چند ماه طول میکشه. مثلا همون اول که من اینا رو من از ایران مدارکم پست کردم گفتن که نوشته بود که اولین خط جمله سلام مثلا ماها طول میکشه. این پرسه ماها طول میکشه، یعنی از اول میگن که در جریان باشین. و مثلا آخر هر نامه‌ای که میدن مثلا که زنگ نزنین، سوال نپرسین، تماس نگیرید، پیگیری نکنید، ما خودمون بررسی میکنیم. دقیقا همینه جریان. حالا خوبی این سایت آنر که اصلا شما باید حتما از این سایت وارد بشین، یعنی راه دیگه نداره. اینه که شما رو به اون سازمانی که میخواین وصل میکنه. یعنی شما هر ایالتی که انتخاب کنین وارد اون درگاه میکنه به لینک وبسایتی که باید برین اونجا اقدام کنین و مثلا ببینین چه مواردی میخواد و کارتون رو شروع کنین و به شما رو به اون وصل میکنه و کاملا میگه که مثلا چیزاشو میگه میتونین ملاقات حضوری بگین، زنگ بزنین، چی کار کنین. یه سری مشاوره ها و حمایت هایی هم داره مینویسه. مثلا اگر حضوراً تو آلمان باشین یه جایی داره. من با اتاق ایران آلمان اینجا آشنا شدم توی همین وبسایت. اگر تو ایران باشین میتونین به کجا زنگ مثلا مراجعه کنین و تلفنی هم مشاوره میدن. خوبیشون اینه که شما ایمیل که بزنین، توی آلمان همه چی با ایمیل ها، جای دیگه نمیدونم، ولی اینجا خیلی بیشتر شدیدتر جواب میدن. یعنی به هر جای ایمیل بزنین جواب میدن، هر سوالی داشته باشین جواب میدن. من این لیست مدارکو آوردم که ببینین مثلا یه سری چیزاه و بهتون میگم کلی چه چیزایی باید آماده کنین. من برای اینکه خودم متوجه بشم، یه سوال داریم. شما گفتین که خب میرن داخل اون سایت، بعد باید مثلا انتخاب کنن که کدوم استان میرن. اصلا آره. از کجا الان بفهمن کدوم استان برن، چیکار کنن؟ اصلا اینو از کجا دیتا پیدا کنن براش؟ یه عامل محدود کننده همین چیزیه که بهتون گفتم، این که باید ببینید توی لیست مدارکی که میخوان آیا شما باید ساکن اونجا باشین. معمولا اولین چیزی که میخوان اینه که یه پروفی داشته باشین که شما ساکن هستین، یا ممکنه بگن که شما مثلا باید تلاش کرده باشین، دنبال کار گشته باشین، پیدا نکرده باشین، یا یه انگیزه نامه بفرستین، اصلا بنویسین که من به این دلیل اینجا رو انتخاب کردم. ایالت به ایالت فرق میکنه. یه سریشون قبول میکنم که شما مثلا یه انگیزه نامه بنویسین، یا ثابت کنین که پیشنهاد کاری دارین، یا ثابت کنین که مثلا دارین دنبال کار میگردین، یا همچین چیزایی رو قبول میکنن یه سریشون. و ببخشید خواهش میکنم. خب الان مرجعی باید دونه دونه چک کنن. دونه دونه از کجا چک کنن؟ برن یعنی لیست ایالت‌های آلمان رو در بیارن، برن توی وبسایت هاشون ببینن که چه مدارکی میخواد، آیا میخوره بهشون، نمیخوره بهشون. از شهرهای بزرگ به نظر من یکی، اگر اینکه وضعیت مالی خیلی توپی ندارن، یا اینکه
این انتظار رو اذیتشون میکنه دوری کنن. به نظر من مثلا یه استانی که شاید پروسه راحت تر و سریعتر باشه داخلش رو شما میدونین که بتونین توصیه سریعتر کنین. نمیدونم ولی راحت تر. هامبورگه که میدونم به دور همون اول نمیخواد، یعنی شما میتونید به دورتونم فکر کنم بیاین همینجا چیز کنین، تحویل بدین، ارائه بدین. آهان این خیلی مهمه، شما نباید همه مدارک رو کامل داشته باشین تا اینکه بخواین اقدام کنین. شما هر چیزی که دارین، هر چیز مهم نیست، فقط برای شروع اقدام میگه که مثلا واسه برلین گفته بود که شما اگر گواهی این که شما اینجا دارین زندگی میکنین و نفرستین، ما اصلا بررسی مدارکتون شروع نمیکنیم. ولی خب جایی که اینطوری ولی گفته بود که نیاز نیست که بقیه مدارک رو کامل داشته باشین، میتونین هر چقدرشو که دارین بفرستین. بعد یه نامه به شما میفرستن به نام دفیسیت بشاید که با همین نامه است که شما میتونین ویزا بگیرین. این نامه دفیسیت بشاید نامه نقصی مدارک که دقیقا عین همینه. اینجا نوشته آینگانگ بشتتی. با این شما میتونید واسه کورس امتحان تخصصی شرکت کنید، امتحان زبان تخصصی که یکی از پیش نیازاشه. و توجیه شما اینه که واسه ویزا گرفتن یا 16 F میگیرین یا 16 D، بسته به یه انتخابیه که حالا بعدا تو لایو بعدیشون احتمالاً توضیح میدین دقیق‌تر. شما به خاطر اینکه بتونین آزمون رو بدین بعد بیاین آلمان و به خاطر همینه که به شما ویزا میدن دیگه. حالا مدارکی که میخواد یکیش یه رزومه است و امضا شده باشه. مدارک رو کجا باید بذاریم؟ تو همین سایتی که شما گفتیم میریم نه با پست بعد بفرستین، بعد به صورت فیزیکی با پست بفرستین. آره آدرس رو باید کجا پیدا کنیم؟ تو همون وبسایت از همون وبسایت دقیقاً به شما وصل میشین به اینکه حالا میخوایم انتخاب میکنین ایالتتون رو به دلایلی که دارین. میگه من دلایلم اینه، میخوام ایالت، یه دونه ایالت هم میتونین انتخاب کنین، نمیتونین چند تا برای چند تا ایالت بفرستین. آره اجازه ندارین اصلا. یه ایالتی رو انتخاب میکنین مگر اینکه بعداً پروسه کنسل کنین به اینکه بهتون پس بدم. میدونم که هامبورگ دوستم بهم میگفت که مثلا یه هفته پس داده بودم مدارک وقتی طولانی شده بود قضیه، این تصمیم گرفته بودن پس بگن یه ایالت دیگه اقدام کن. بعد ایالتتون رو انتخاب میکنین، مدارک رو با پست میفرستین برای اون ایالت، هر چقدرشو که دارین، نمیخواد کامل باشه ولی به نظر من تو پروسه خوندن به دوتون باشین که دیگه بفرستین اینو. مثلا حالا شروع کرده باشین حداقل یا یک ماهی گذشته باشه در حال انجامش باشین که مدارک رو شروع کنین به فرستادن. و اگر که صفحه انتظار خیلی طولانی نباشه، برای من جواب فکر کنم یه چند ماه طول میکشه، بین 3 تا 6 ماه. توی کرونا میدونم که انگار خیلی بیشتر طول میکشه، الان انگار کمتر شد. نه من تازه تموم شده بود که آره اقدام بکنم زودتر انجام بدم. بعد این نامه ها رو من فکر کنم ثبت کردم و وقتی که اومدیم اینجا دیگه وقتی چیز شد تکلیفش مشخص شد فرستادم که نخوان دوباره برگردن ایران و این داستانا باشه. هزینهش برای برلین برای من این هزینه اولیه بررسی مدارک هزینه براتون میفرستم، میگن یک هفته وقت دارین که هزینه رو پرداخت کنین. حداقل برلینی طوری بود، میگم ایالت به ایالت ممکنه فرق داشته باشه. 400 یورو بود هزینهش، بررسی یه 250 یه 150. بعد شما اینو میریزین، مثلا من اینو هزینه رو ریختم، به من هیچی ندادن که تو هزینه رو ریختی. بعد گفتن مثلا ایمیل زدم گفتن که ما خیلی سرمون شلوغه نمیتونیم واسه هر مدرک که دریافت میکنیم تاییدیه بفرستیم. یعنی دقیقا همینجوری برخورد میکنن وقتی جای شلوغ باشه. لاگزو خیلی هم معروفه، مثل وزارت بهداشت میمونه اینجا. برای برلین اسمش لاگزوه، جای دیگه فرق. و بعد این نامه میرسه به دستتون. هزینه رو یک هفته به من وقت دادم پرداخت کردم و بعد شما شروع میکنین که مدارکتون رو چیز کنید. این با این نامه هم میتونید برین امتحان و مدرک B2 این دوتا میتونید برین امتحان زبان تخصصی ثبت نام کنید. بعد یا تصویری کجا میتونیم بدیم؟ بعد تو آلمان باید نظام داروسازیشون امتحان میگیرن توی نظام داروسازیشون. کی باید تو آلمان باشیم؟ فیزیکی بعد تو آلمان باشیم. دقیقاً. بعد اون ببخشید من سوالامو دونه دونه بپرسم تا نه بگین حتما، چون من ممکنه چیزی بگم. میگن 400 یورو پول بدین یه هفته وقت داریم، چه جوری باید این پولو بدیم؟ باید نمیدونم میشه میدن چه جوریه یعنی؟ آیبند میدن مثل شماره شباه. خب اونو صرافی میتونیم بدیم دیگه. آره
بعد فقط بعد بهش میگن فروندونسک، حالا نمیدونم ترجمهش چی میشه. این یه توضیحی داره که این پولو برای چی میدین. میگن که توی این فروندونسک اینو بنویسین توی اون نامه. اونو خیلی شما مهمه که بفهمن این پولو خودتون شما کارمند دارین. داشتین؟ یعنی دوستی براتون از داخل آلمان پرداخت کرد؟ نه دیگه، میگم من این مرحله رو تو خود آلمان بودم دیگه، شما همون خودتون آلمان بودین؟ اوایلی بود، یک اوکی. ماه اولی بود که دیگه اوکی. اومده بودیم. اه، خودم مهم. یه حساب رولوت باز کرده بودم، اون موقع هنوز هیچی هم نداشتم. مهم. و اینو انتقال میدین، میتونین به دوستی بگین، احتمالاً صرافی هم میشه حتما. اینو انتقال میدین و حالا میگم ایالت به ایالت فرق میکنه، ممکنه ایالت‌های دیگه به شما یه چیزی بدن که آره تو اینو دادی، یا همچین چیزی میتونی خودت پیگیری کنی، ایمیل بزنی تا بله. میتونین ایمیل بزنی. بعد بعد میتونی الان دیگه میتونی بری امتحان زبان تخصصی ثبت نام کنی. امتحانش هم نمیدونم، فکر کنم میتونین با نامه و پست و اینا ثبت نام کنین. من حضوری رفتم ثبت نام کردم. هزینه بعد ثبت نام که میکنین اونو خیلی زود جواب میدن. نظام دادگستری خیلی زود جواب میده و اونم هزینهش میشه، برای من شد 375 یورو که 2 هفته از زمانی که اینو میدن نامه رو میفرستن، 2 هفته بعدش تقریبا امتحان دادم، امتحانم بود. یعنی شما تا وقتی آماده امتحان دادن نیستین ثبت نام نکنین، وقتی آماده این دیگه این مرحله که خیلی طول نمیکشه و چی جوابش باید هم همون موقع که بخونیم؟ امتحان. چی باید بخونیم برای زبان من تخصصی؟ منابعش رو دارم، واسه هر ایالتی فرق میکنه. یه اوه. گروه تلگرامیه که اون گروه خیلی به من کمک کرد، خیلی سخت بود پیدا کردنش، نمیدونستم اصلا کسی اینجا نمیشناختم که در حال معادل سازی باشه، ولی نمونه سوالای قبلی اینا رو همه رو میارم واسه هر ایالتی توی این گروه تلگرامی. بعد سرچ بزنید که باشه هر ایالتی که هستین و این براتون سوالا و نمونه سوال، نمیدونم هر چیزی، منابع امتحان اینا هستش جمع شده. گروه هم اکثرش مال عرباه، یه کامیونیتی خیلی بزرگی دارن اینجا، حالا از سوریه یا هر جایی اومده باشن که خیلی خوب اینا رو جمع میکنن. خیلی پس اگه واقعا میشه لینک اونم به من بدین، من اونم بذارم حتما تو کانال که بچه حتما، ها چون داشته خیلی باشن. واجبه. اصلا من اگه اونو نداشتم نمیدونستم چی براش آه. بخونم برام خیلی بدم. هم عالی. ولی یه کتابی هم هست اسمش زربس مدیکاسیونه. من اون کتاب رو نخوندم، خیلی زیاد بود، ولی خب مثلا اونم کتاب خوبیه. اما به نظرم همین آدم نمونه سوال بخونه و این چیزایی که قبلا تو امتحان اومده بهش میگن پروتکل، مثلا چند تا داروی مشخصه که اونا میاد حتما. امتحانش هم مثلا چیز عجیب غریبی نیست، فقط باید زبانتون رو خونده باشین. یعنی بیشتر زبان شما از نظر علمی توی اون امتحان محک نمیخورین، اما خب بهتره که بالاخره از نظر علمی هم اون داروهایی که حداقل میدونین تو امتحان میاد و یه بررسی کرده بله. باشین. یکی اینه، امتحان شفاهی، کاملا شفاهی برگزار میشه. اوه. بله. 2 نفرن که مثلا خودشون بیمار نما هستن، میان مثلا میگه من فلان طورمه، نمیدونم چی چی، بعد شما بعد یه داروی اونو بهش توصیه کنید، بگی چطوری باید استفاده کنی، یه بهتون چیز میدن. من فکر می‌کنم خیلی سخته، اینجا انتظار انسانی از آدما مثل امتحانایی که ما توی دانشگاه میدادیم اصلا نیست. اون تصور نداشته باشیم. من فکر می‌کنم وای همه چی رو باید حفظ باشم، بلد باشم، مثلا مونولوگ این دارو رو کامل بلد باشم، ولی اصلا اینطوری نیست. 10 دقیقه بهتون وقت میدن، مونولوگو میدن، جایی که میخوان بپرسن اصلا هایلایت کرد، یعنی شما همون رو باید تکرار کنید. ولی مهمه که زبانتون خوب باشه، بعد ببینن که شما میتونین کامیونیکیت کنین، میتونین یه چیزی برای مریض توضیح بدین و از این داستان. چه جالب. آره آره. خب و بعد از این مرحله چی میشه؟ شما این مرحله رو الان امتحان دادین و قبول شدین؟ امتحان دادم قبول شدم، بهتون اجازه کار میدن. اینجاست که خوبه. شما اگر که با هر ویزایی اومده باشین میتونین بعد از این مرحله فکر کنم 18 ماه فرصت دارین که مثلا کار کنین و امتحان بعدی رو بدین و اینا. اجازه کار به عنوان داروساز که نمیتونین کار کنین به اونجا، عنوان ولی بهش مثلا میگن میتونین. آپوتکا اون تا آوسیش، چرا به عنوان داروساز کار میکنین، ولی یعنی مثلا باید یه نفر یه داروساز دیگه تون داروخونه باشه که به شما نظارت بده. واسه هیچ آها. حقوقی تعیین مثل نشده اینجا. کارآموزطور، آره، یه همچین چیزی. نه بهتره آها. آها. جایگاهتون از من قشنگ دارم کار میکنم، آها. یعنی آها. مثلا حس کارآموز طور ندارم، یعنی مثلا شیفتا رو با من پر میکنن، حتی مثلا
یعنی حساب میکنم، اصلا اینجوری خب نیست که حساب یعنی شما نکنم. تنها هم وای میسین بدون اینکه داروساز باشه؟ آره، بعد از اینکه چند ماه داروسازی. اجازهشو نداری، ولی پیش اومده که این اتفاق بیفته. مثلا اینا هم مثلا درسته آلمانی خیلی قوانین و چیز میگن، ولی خب وقتی که کم بوده نیرو باشه آخرش بالاخره یه جاهایی شل میکنن. ولی آره، آره من خب یه چیزی هم بگم، تجربه شخصیمه. من چون اجازه کار داشتم و با ویزای پیوست اومده بودم، رفتم همینجوری توی دارخونه به عنوان نیروی کمکی بک آفیس. اون موقع هنوز اجازه نداشتم که بیام جلو مثلا مشاوره دارویی بدم و نسخه رد کنم و اینا. اما توی قسمت که حالا داروهایی که سفارش میدی میاد، بعد چه میدونم بوک کنی، از این کار اونا رو انجام میدم، مثلا سفارش آنلاین از این داستان. و خب این خیلی بهم کمک کرد که بعد از امتحان خیلی کاملا آماده باشم که برم جلو، چون داروهاشون دیده بودم، با خیلی چیزا آشنا شده بودم توی داروخونه. ولی اینا رو انجام نداده باشین 1-2 ماه طول میکشه راه میافتین کاملا. حقوقی برش تعیین نشده توی آلمان. هر ایالت حقوق داروساز خیلی با هم میتونم بگم تفاوت داره، بعضی جا بیشتره بعضی جا کمتره. ولی اینجا یه مثل تکنسین دارویی ما هستن، حالا 6 ماه دوره میبینن یا اینکه نه همجوری میان پرکتیکال یاد میگیرن اینا. ولی اینجا یه آوسبیلدونگ بهش میگن، دوره 2.5 سال میگذرونن، میتونن تکنسین دارویی بشن و دقیقا هم کار میکنن که داروساز میکنن. اجازه نسخه رد کردن همه چی دارن، فقط بعد تحت نظارت داروساز باشه. فقط اجازه ندارن داروخونه بزن، حقوقشون پایین تر از داروسازه خیلی. و به کسی که آپوتکارون تو آفیسش باشه بعد از زمان تخصصی معمولا همون حقوقی میدن که به اونا میدن، حقوق پایش رو، حالا بالای تعرفه نه. معمولا اما مثلا این چیزی که خودتون تا الان دیدین تو اطرافیانتون و اینا حدودا چقدره؟ حقوق مینیموم ریجه، همون حدود یعنی مثلا واسه 500 یورو در ماه؟ نه در هفته چقدر؟ ماهانه است اینجا قرار دادا. میگم سالانه است باشید، مثلا قراردادم نامحدوده، قرارداد نامحدوده، اینجوری نیست که 1 سال باشه. حقوق PTA بهش میگن، فارماسویتیش تشنیکا. این حقوقشون حدوداً 2400-500 یورو ناخالصه ماهانه، که خالصش بستگی به کلاس مالیاتیتون داره که کلاس مالیاتیتون کم باشه، یه مالیاتی ازش کم میشه، یه بیمه بیکاری و بازنشستگی و اینا ازش کم میشه و یه مقدار زیادی ازش کم میشه. و مثلا خالصی چقدر که میمونه؟ 1700 اینا؟ 1000 نه با هر کسی خیلی به کلاس مالیاتی بستگی آره داره. ولی خب کسی مثلا مجرد باشه، اگه آها متأهل باشه آها مجرد باشه خیلی فرق میکنه. آره کلاس مالیاتی خیلی مهمه. اوکی. 1000 خورده ای دستشو میگیره که به تنهایی توی شهرهای بزرگ نمیشه باش زندگی کرد، اما شهرهای کوچیک‌تر میشه یه کاریش کرد. اگه 40 ساعت در هفته کار کنی میتونی یه کاریش بکنی، فول تایم خب اگر کار کنی. خیلی ولی هم عالی. نگران کار پیدا کردن نباشین، خیلی راحت کار پیدا میشه، این نکته خوبشه. خیلی خیلی من خودم یه دارخونه عوض کردم و حقوقم تازه بردم بالاتر از حد مینیمم رنج. خیلی هم ولی آره، ولی خیلی راحت کار پیدا میشه. یعنی تو این مرحله، به مرحله زبان تخصصی که دادین رسیدین، این سختی های زبان آلمانی که تحمل کردین و زبان که اوکی شد دیگه همه چی راحت میشه. کلا و برای من یه ذره این چیزایی که گفتی عجیب بود، چون تو کشوری دیگه مثلا من کانادا رو که دارم میبینم شما باید از 7 رستم بگذرین تا اینکه برسیم به یه همچین چیزی. خب حالا الان خیلی مشتاقم که مرحله بعدی رو بدونم. خب که شما چیزای سخت الان مدارکم من فکر می‌کنم خوبه که در موردش حرف بزنیم، چون اونم آره بفرمایید. سختگیری خیلی تو این مرحله سختگیری زیاد میشه. بله. مدارکی که میخوان خب همون کپی برابر اصل ترجمه رسمی رو میخوان که برشون بفرستیم. این چیزیه که ازتون میخوان. ترجمه رسمی هم باید تایید مترجم رسمی داخل آلمان باشه، ترجمه رسمی ایران رو قبول ندارن. این مهمترین نکتهشه. اما من توصیه میکنم که مدارکتون توی ایران ترجمه کنین و اینجا بیاین ترجمه ها رو بدین یه نفر تایید کنه
به خاطر اینکه هزینهش کمتر میشه تا اینکه از آها. اول اینجا ترجمه بشه. مثلا من یه چیزی حدود 180 یورو تقریبا دادم که ترجمه هامو یه مترجمی که اینجا یه آقای ایرانی هم هستن، مترجم رسمی هن اینجا، برام تایید کردن. بعد اینا رو میبرین یه جایی مثل شهرداریه، اینجا باید چیزش کنین، کپی برابر اصلش کنین، مثلا هم کاری که ما تو دفترخونه هامون اینا انجام میدیم و اینا رو ازتون در نهایت میخوان. اما واسه شروع شما اگر که یه چیزم بفرستین، یه کپی ساده معمولی هم بفرستین، اصل مدرک رو نفرستین. اصلا تاکید کرده که نباید اصل مدرک رو بفرستین به جز گود استندینگ، حتی اونم آخرش کپی ترجمه رو میخوان، ولی من نمیدونم چرا اصلش رو فرستادم براشون. فکر می‌کردم چون انگلیسیه اوکی، ولی گفتن نه اینم میخوایم آلمانی باشه. این مرحله سختشه که شما باید این کار بکنید. بعد مدارکش هم هر ایالتی فرق می‌کنه، ولی عموما یکسانه. تاییدیه پزشک مثلا بر همینجا یه سری چیزا همینجا تو آلمان باید باشه، تو ایران شما تایید نمیتونید این کار پزشک انجام. منظورتون چیه؟ این که بگه سالمی؟ آره همین. آره اصلا چیز خاصی نیست. پزشک میگه خب جوونی چیز سابقه خاصی هم نداری، محسن نمیرم. یعنی حتی یه فشار ممکنه بگیره، فشار خون بگیره. آره همین. خب اینا مدارکیه که شما میفرستین برای اینکه بتونین آزمون زبان تخصصی بدین. برای اینکه بهتون نامه دفیتسیت بشاید بدن. میتونین همه این مدارک هم نفرستین. تو نامه میگن این مدارکت کمه، اینا رو هم باید بفرستین. اون و شما من اگه اشتباه نکنم برای اینکه خودم متوجه بشم، اون نامه دفیسیت بشاید اونو از ایران باید بگیریم که بریم باهاش ویزا بگیریم، درست میگم؟ آره همون نامه نقص مدارکه. اوکی. یعنی آره شما اونو به هر حال مدارک میدن، شما چه اینجا باشین چه ایران اون نامه هر میدن. آره. اوکی متوجه شدم. بله دیگه چی آره. لازمه؟ چیزای مهمی که به نظرم برسه، همون چیزایی که بر همه جا میخوان. مدرک خود داروسازیه. آهان چرا اینا مهمه؟ حالا شاید ایالت پیدا فرق داشته باشه. ریز نمراته، بعد علاوه بر ریز نمرات تفکیک دروس میخوان، یعنی که شما هر درس دانشگاه ما راحت بهم داد، خودشون میدونن چیه. یعنی علاوه بر این که اون ریز نمرات رو میدین، یه چیزیه که میگه مثلا شما این واحد عملی بوده، نظری بوده، اینقدر ساعت مثلا گذروندی، یه تفکیک، یه چیزی با جزئیات بیشتریه از ریز نمرات. اونو میخواد. پروانه داروسازی رو میخواد. دیگه براتون بگم سابقه کاریو من شنیده بودم که میخواد، اما پروانه داروسازی شما فارغ التحصیل میشین یه دانشنامه داریم، یه ریزنمره داریم، پروانه رو وقتی داریم که بریم سر کار. آره خب اونو میخواد. اونو ازتون که شما مثلا یه چیزی داری که داری اونجا اجازه داری پرکتیس کنی. آره اونو میخواد. اینا باید لگال بشن، اینم خیلی مهمه. لگال رو توی ایران انجام بدین. شناسنامه باید لگال بشه. لگال شدن باید چطوری انجام بدیم؟ هر وکیلی که بتونه ویزامتریک. اوکی. ویزامتریک. این مرحله چیزشه، مرحله محدود کننده سرعت. یعنی ویزامتریک خیلی دیر نوبت میده، ماها طول میکشه. این چیزیه که شما باید پیش بینی داشته باشین تو ذهنتون. مثلا دوست خودم همین اخیراً یه 6-7 ماه منتظر نوبت بود که فقط بتونه مدارکش رو لگال کنه. این مرحله رو باید جلو باشین. آره که براتون دردسر ایجاد نکنه. اینو حواستون به این قضیه باشه. شما مدارکتون رو محدودیت نداره، شما قصد مهاجرت دارین برین لگال کنین. اگر قصد مهاجرت به آلمان همین الان نوبت بگین برین لگال کنین اگه مدارکتون دستتونه. پس یکی مدرک دانشگاه باید لگال بشه، پروانه کار باید لگال بشه، چیزایی که مدرک رسمیه باید لگال بشه و شناسنامه باید لگال بشه. این 3 تا باید لگال بشه. مدرک دانشگاه و ریزنمرات اینا همش توی پانچه با هم، فکر کنم این یه دونه حساب میشه. اینو میبرین لگال میکنه. اینم یه هزینه‌ای داره، نمیدونم چقدر هزینه‌اش، چند یورو میشه، یه 100 و خورده نزدیک 200 تا شاید بشه. اینم آره همین حدود بین 100 تا 200 یورو فکر میکنم بشه. اینم تو ذهنتون داشته باشین به عنوان هزینه. پس یه 200 یورو تقریبا شد، یه 400 یورو شد، یه 375 یورو پول امتحان فاخشپروفونگ زبان تخصصی. امتحان B2 من اینجا دادم، ایران میتونین ببین هزینه‌اش چقدره. نمیدونم که من توصیه میده که ایران بدین.
آهان هر ایالتی هم چک کنیم ببینیم چه مدارکی قبول چه مدارک زبانی قبول میکنه. میدونم که یکی دو تا ایالت فکر کنم نمیدونم تلکو قبول نمیکنن یه چیزی رو قبول نمیکنن، او اس دی رو فکر کنم قبول نمیکنن. فکر میکنم یا باید تستاف باشه یا گوته باشه یا تلک باشه. من خودم تلک دادم، توی برلین قبول میکردن تلک. دیگه این چیزایی که باید چک کنین حتما چه مدرکی رو ازتون قبول میکنن. چه نکته در مورد مدارک دیگه مهمه؟ پس لگال کردنش رو باید زمانش رو در نظر بگیرین که طول میکشه ویزامتریک و نوبت ویزا گرفتن. اینا رو که تو لایو بعدتون حتما میگین. من نمیدونم چقدر طول میکشه این داستانا و حالا پولی که بعد بسپارن به عنوان چی میگن تمکن مالی، اونم نمیدونم چقدر. فقط من یه چیزی اینجا اضافه کنم، بچه‌هایی که دارن الان ویدیو رو میبینن، ما با یه نفر دیگه که ایشون هم الان آلمان هستن ولی با ویزای پیوست نرفتن، از اول برای ویزای مهاجرسازی اقدام کردن هم یه لایف خواهیم داشت که شما اگر این جزئیات این که حالا چقدر تمکن لازمه و اینا رو میخوایم بدونیم، باید اون ویدئوی دومم بعدم ببینیم. خیلی ممنون. بفرمایید. پس شما تو مدتی که اینجا دارین مهاجرسازی میکنین قبل از اینکه زبان تخصصیتون بدین اجازه کار ندارین. اینم در نظر داشته باشین تو هزینه هاتون. و اینکه البته من یه همکاری داشتم از الجزایر اومده و بهش هفته 10 ساعت اجازه کار داده بودن قبل از امتحان. نمیدونم چه جوری درخواست داده بود و اینو بهش داده بودن، ولی مثلا شاید یه همچین کاری هم بشه. آقای دکتری که با ویزای مهاجرسازی اومدن هم صحبت کردم به من گفتن اجازه کار 10 ساعت در هفته رو گرفتن. 10 ساعت در هفته احتمال داره که بدن. این مثلا در این حد، ولی خب نمیشه به عنوان نمیشه به عنوان روش حساب کنین. روش حساب نمیتونیم بکنین، اما خب یه کمکی میتونه باشه. و خوبه که اتفاقا اینو پیدا کنین یه جایی و کار کنین، به خاطر اینکه خیلی هم به زبانتون کمک میکنه هم به امتحانتون کمک میکنه. یعنی توصیه میشه این. دیگه امتحانتون رو که بدین دیگه اجازه کار دارین. خیلی راحت، حداقل توی برلین که خیلی راحت کار پیدا میشه. من تو 3-4 روز کار پیدا کردم هر دو بار. نیاز دارن دارخونه ها. روشی هم که دنبال کار گشتم، یه سایت همین نظام داروسازی میذاره مثلا داروخونه ها چیا نیاز دارن، همجوری سرچ میکنی میتونی پیدا کنی. اما کاری که من کردم تو منطقه که میخواستم نزدیکم باشه داروخونه ها رو پیدا کردم و به تک تکشون ایمیل زدم، رزومه و توضیحات و اینا به تک تکشون ایمیل زدم و براشون به وربونگ میگن اصطلاحاً اپلیکیشن فرستادم. اینجوری هم جواب میده. این روش خوبی حتما امتحانش کنیم. به من که خیلی جواب داد. دیگه چی بگم در مورد منابعم که گفتم براتون میفرستم، میتونین بر همه بفرستین یا بذارین که مثلا بدون هر کسی هم بخواد میتونه به خودم بگه اگر حالا نمیدونم یوتیوب نمیره یا هر جا، نمیدونم کجا میذارین. شما کانال تلگرام دارین؟ کانال تلگرام دارم، ولی اگر شما مایل هستید که به بچه‌ها کمک کنید میتونین یه لینکی بدین که بچه‌ها بتونن به خودشون هم بس شن. حالا یه ذره درد من اینترنتم ضعیف شده بود. یه لحظه قطع شدید. آره ببخشید، من اینترنتم از رو وای فای رفت رو اینترنت گوشیم. عذر میخوام. باشه خیلی هم عالی. شما لینک ها رو بدید. ایمیلمو میذارم خیلی راحت تر، چون فایل ها رو توی چیزم دارم، گوگل درایو هم دارم، جوری راحت میفرستم. خیلی هم عالی. چشم میذارم. بچه اینا رو زیرنویس می‌کنید. ایمیل خانم دکتر رو تو ویدیو. سایت های مهمم که بهتون گفتم، یکی اتاق ایران و آلمانه بهتون کمک میکنن. قبلا رایگان بود، الان قبل لایو رفتم چک کردم وبینارشون 200,000 تومنه که خب فکر نمی‌کنم مبلغی باشه. و میتونین فارسی سوالاتون رو بپرسین. ولی شما کلا هر سوالی که دارین به توصیه من اگر که پیدا کردین که به کجا میخواین مثلا مدارکتون به کجا بفرستین، ایالتتون رو از همین طریق سایت آنرکنون، اگر وقت باشه من میتونم حتما مراحلش رو دونه دونه بهتون نشون بدم که چیکار کنین. شما ایمیل بدین و جواب میدن، یعنی کامل بهتون جواب میدن، خیلی خوب بهتون جواب میدن و حتی مینویسه که از کجاها میتونین کمک بگیرین، از کجا میتونین مشاوره بگیرین. آلمان یکی از خوبیاش اینه که گیج نمیشین، همه چی رو توضیح میدن با جزئیات، میتونین بپرسین همه چی رو. مثلا اول خیلی
به هی بریم بگردین خودتون و این داستان کاملا از این نظر راحته. خیلی هم عالی. خانم دکتر، من که دوست دارم که بریم اون سایت آنایتمون هم ببینیم، به بچه‌ها توضیح بدیم، ولی من الان میخوام مرحله بعد رو بدونم. شما الان دارین تو داروخانه کار میکنین ولی اون لایسنس رو هنوز ندارین. خب برای گرفتن اون باید چیکار کنین؟ یه امتحان دیگه بدین؟ الان من 2 سال وقت دارم که امتحان از زمانی که من اجازه کارمو فکر میکنم از اول میه تا 2 سال وقت دارم که اون امتحان بعدی رو بدم. بعضی از ایالت ها اون امتحان رو 2 بار میتونین بدین. اگر 2 بار رد شین دیگه نمیتونین، نه توی این ایالت نه هیچ جای دیگه معادل سازی بکنین. توی برلین 3 باره، یه سری ایالت دیگه هم فکر میکنم 3 بار باشه. شما 3 بار شانس امتحان دادن دارین. اینجا اینجوریه که من امتحانمو که دادم، این جدیده، قبلا بعد ثبت نام می‌کردی انگار. امتحانمو که دادم اتوماتیک رفتم تو لیست امتحان بعدی، یعنی خودم لازم نبود که ثبت نام کنم و اونم 315 یوروه اینجا توی برلین. نمیدونم ایالت دیگه همین باشه یا نه. اینجوریه که شما وقتی که بهتون 3-4 هفته قبلش خبر میدن با نامه، اینا هم با نامه خبر میدن، میگن که امتحان داری و مثلا این هزینه رو پرداخت کن. نامه یا ایمیل؟ نامه فیزیکی؟ اصلا ایمیل رو فراموش کن. اینجا هیچی با ایمیل اطلاع رسانی نمیشه. اصلا همه چی با نامه اطلاع رسانی میشه. هیچ شما یه جایی رجیستر بشین، یه آدرسی داشته باشین و اون همه چی دیگه به اون آدرس میاد. پس اصلا چیزی با ایمیل اتفاق نمیفته اینجا به جز سوال، مثلا سوال و جواب، ولی چیزا دیگه همه با نامه. و شما هزینه پرداخت میکنین و نمیتونین بگین که من نمیام امتحان بدم یا میخوام مثلا دیرتر امتحان بدم. 4 بار در سال امتحانش برگزار میشه، حداقل توی برلین، جای دیگر نمیدونم. و اینجوریه که باید برین امتحان بدین مگر اینکه گواهی پزشکی چیزی ببرین که مثلا این آدم به این دلایل نمیتونه امتحان بده. فکر کنم سخت نیست گواهی پزشک گرفتن اگر آماده نبودین، ولی خیلی اطلاعات امتحان پراکسیس اون قشته، یعنی پرکتیس و قوانینه. مثلا حالا این کتابش من برعکسش رو میده، پروستریناه، و خب یه سری چیزای دیگه هم داره که اونم یه گروه تلگرامی داره که اونم میتونم براتون بفرستم که چه منابعی و بعد استفاده کنین و بخونین و اینا. در مورد داروی ساختنی سوال میاد، اونم شفاهیه، امتحان شفاهیه. یعنی همچنان زبان اینجا خیلی باز مهمه. یه لول هم باید بهتر شده باشه زبانتون حتی از امتحان قبل. دیگه براتون بگم فارماکولوژی و اینا خیلی سخته اینا رو آدم شفاهی بخواد جواب بده. خیلی اصلا سختیش به همینه، وگرنه ما استاد امتحان تئوری دادنیم، میدونی، یعنی اگر تئوری بود اینا مثل آب خوردن میدادیم تموم شد میرفت کارش. تنها چالشش اصلا این اطلاعاتی نیست. چرا هزینه داره؟ مثلا اینجا بدیش اینه که توی زبان آلمانی مثلا چیزای عادی که تو همه زبان، اکسیژن، چه میدونم اوره، توی همه زبان ها مثلا مثل انگلیسی یکیه، اینا نیست، مثلا یه چیز دیگه است. شما باید از نو همه اینا رو بخونید. اینه که بعد یعنی شما اطلاعات رو دارین ولی نه به زبان آلمانی. خب شما یعنی در میخونین الان همین کتابه رو میخونین یا مثلا کلاسی چیزی میرین؟ نمیدونم. نه کلاس داره ولی خب خیلی هزینه هاش بالاه. مثلا خود نظام داروسازی اینجا یک کلاس میذاره 1 ماه دورش، ولی اونقدر کلاسی نیست که مثلا خیلی کلاس خوب باشه که شما رو برای امتحان آماده کنه. که اونم مثلا من باید سر کار نرم که بتونم اون کلاس رو برم چون زمان چیز میکنه. کلاس های خصوصی هم مثلا من یکی از دوستام ثبت که 3000 یوروه، یا مثلا واسه فاخش با خصوص زبان تخصصی کلاس بخواید ثبت کنم همین حدودا 2000 یورو اینا. من هیچ کلاسی برای هیچ چیز ثبت نام نکردم، هیچ هزینه‌ای واسه این مسائل ندادم اصلا. اما خب بعضی ممکن نیاز داشته باشن برای خوندن به کلاس، مثلا خودشون سختشون باشه که برنامه بریزن و اینا. من فکر کنم بچه‌هایی که پلن طولانی مدت دارن شاید اگه وقت داشته باشن تو ایران اینم بخونن شاید براشون خیلی راحت‌تر باشه، یه قسمتیشو حداقل. یا این کارو میکنن، میان اینجا امتحان زبان تخصصشون میدن، برمیگردن ایران و برای امتحان بعدی درس میخونن.
چون که شما 2 هزینه مدل ویزا نداری میتونین بگیرید. اونطوری. میتونین ویزای اولو مثلا فقط واسه زبان بگیرین و بعد میتونین یه ویزای دیگه واسه اون بگیرین. یه کسایی که عده خیلی زیادی نگران هزینه میتونن این کارو کنن آره یه دیگه، عده میتونن خیلی زیاده زبان. این کار میکنن، اینم میان یکیشه. ایران برمیگردن. ولی خب خیلی این کار و اگه اینجا کار پیدا کنن اجازه کارشون این کار کردنه هم هزینه‌شون کمک ده هم خیلی کمکشون میکنه در امتحان بعدی. من توصیهم این نیست که این کارو بکنن واقعا. شاید مثلا اگر فرصت داشته باشن شاید مثلا منبع و یکم بتونن تو ایران بخونن بعد کلا بیان آلمان، نه اینکه بیان هی نمیدونم برگردن. چقدر آره عملیه این قضیه. من فکر میکنم یه چیزی که هی با زمان میاد این قضیه، یعنی تو باید تو طول پروسش باشی. خیلی سخته که مثلا فقط من تو این چیزی که تو ایران به نظرم باید کامل کنی بدوه همین زبان تخصصی خوندن. اگر شما زبانتون خوب باشه زبان تخصصی خوندنش اونقدر سخت نیست، امتحان سختی نیست. اگر یعنی همون زبانه، یعنی شما اگه زبان زبانتون خوب تخصصی کرده یعنی باشین چی؟ اونو که کامل توضیح دادیم، ولی امتحان آخر آره چی؟ اون اونم خوندن خیلی داره بیشتر دیگه. بازم زبانه. یعنی شما میگم همین که چون امتحان شفاهیه ها بالاخره آدم اگر زبانش خوب باشه یه کاریش میکنه. اطلاعات فارماکولوژی اینا رو ما داریم، انگار یه مروره بیشتر. البته اینجا یکم طیف داروهاشون خب خودتون میدونید حتما گسترده تره. مثلا ما چه میدونم از استاتینا 4 تاشو ایران داریم، اینجا مثلا 6 7 از چه میدونم اونایی که واسه لخته نشدن خونه مثلا الان من اینا کلمه آره آلمانیش کلی میاد تو نوع ذهنم که جواب. نمیتونم آره فارسیشو بگم چون آره در حال درس آره خوندم. آره. ببخشید بله شما اونا دیگه، جایگزین شما شدن. دلتون کنیم الان آلمانی همینطوری آره همشون. آره. مجبورم. الان آره من توی مرحله ام که دارم برای امتحان دوم درس میخونم. ممکنه اکتبر امتحان داشته باشم، احساس میکنم آماده نیستم. اگر هیچ راهی ندارین که بدونین اکتبر امتحان داری مثلا یا نداری، ممکنه امتحانم ژانویه باشه. یعنی من حتی نمیتونم بپرسم که آقا احتمالش هست که من 2 ماه دیگه امتحان داشته باشم یا نه. این خیلی بده این چیزاشون، نمیدونم درکشون نمیکنم واقعا. یه کمیسیونه امتحانی دارن که اون تصمیم میگیره. ولی خب آره دیگه 2-3 بار شانس امتحان دادن دارین. هم هزینه‌اش وقت و پولیه که برای امتحان میدین، وگرنه وقتت احتمالش خیلی کم که بیشتر. قبول نشین. آره اگه به اندازه کافی وقت داشته باشین و زبانتون رو خونده باشین قطعا قبول میشین. یعنی اصلا سخت میگم اینجا انتظارات عجیب غریبی که استادای ما تو دانشگاه ازمون داشتن اصلا از انسان نه انتظارات انسانی دارن از آدم. اصلا حتی واسه امتحان زبان تخصصی مثلا یه سری کلمه ها هستن که ما بلدیم اینا واسش واحد دارن. یونانیشه چیه ما اینا رو تو درسامون میخونیم، یعنی خیلی برامون آشناه. فکر اصلا نمیدونیم که تو ذهنمون نمیاد که این الان یه چیزیه که مثلا باید یاد بگیریم. داریم دیکشنری میذارن، درسته که بهت وقت زیادی نمیدن که همه رو دونه دونه چک کنی، ولی تو مثلا از 7 تا 8 تا کلمه ای که بهت میدن میتونی حداقل 2-3 تاشو وقت داری اگر بلد نبودی یادت نبود بری چک کنی توی دیکشنری. یعنی میگم که انتظاراتشون کار انسانیه. تنها مشکلش اینه که امتحان شفاهیه و شما باید تقریبا فلوئنت باشی بتونی درست صحبت کنی. آره البته خیلی گیر گرامری نمیدن، اینا هم بهتون بگم حتی اینا رو هم سخت نمیگیرن، ولی خب در کل باید ببینن که تو میتونی با مریض ارتباط. کامیونیکیت کنی، هندل کنی شرایط رو. اینا رو باید مثلا ببینن تو خب اطلاعات خیلی هم درست داری تو عالی. امتحان بعدی. خیلی هم عالی. اون قوانینشون هم که خب خیلی فیزها زیاده. قوانین خودش یه منبع دیگه داره. خیلی زیاد آره قوانین خیلی زیادی دارن. اونه که سختش میکنه و ما هیچ ایده راجبش نداریم. یکی اونه که سختش میکنه، نه که حالا هیچ ایده نداشته باشیم، بالاخره ما هم قوانین داریم توی ایران، ولی خب اینجا خیلی قوانین خیلی زیاد و با جزئیات بالا. اونه که سختش میکنه که اونم اگه تو داروخونه کار کرده باشی به چشت آشنا یه چیزایی رو میدونی، به گوشت آشنا دیدی باش برخورد کردی. یکی اونه و نمیدونم داروی ساختنیش چقدر سخت باشه. سوالایی که میپرسن هنوز خودم به اون مرحله تو خوندن درسش نرسیدم ببینم چیه. ولی فارماکولوژیش چیزیه که اون رو فکر کنم اوکیه، حفظیه، نمونه سوال غیر از هست. آره فارماکولوژی و ساختنی مباحث دیگه چیه تو هم امتحان؟ قوانینه. قوانین. آره همین سه تا.
فارماکولوژی هم اصلا فکر نمی‌کنم. حالا من میگم هنوز خیلی چیز نشدم، دیک نشدم، 1 ماه دیگه هم بیشتر وقت ندارم، ولی نمیدونم هنوز نرفتم واردش بشم دقیقا. اما مثلا چه میدونم حالا توی همین کتاب سوالایی که میپرسن، چه میدونم مثلا در مورد انسولینا مثلا میگه مزیت فلان انسولین چیه، خب شما باید اطلاعات فارماکولوژی بدین اینجا توی این سوال، یه همچین چیزیه، اینجوریه. تداخلا نمیدونم منع مصرفا این آها، چیزا. اوکی آره. اوکی. خب من میخوام کامنت ها رو باز کنم اگه شما اجازه بدین. آره چون من تو این ممکنه چیزا یادم زمان رفته. اگر که شما فکر کنید ما چیزی جا انداختین بگین که مثلا درباره اونم صحبت بکنیم تا من کامنت ها رو باز میکنم. نه اگر سوالا رو به نظرم جواب بدیم میکنم. آره بچه اگه سوال داریم بنویسین که اونا رو جواب بدیم. خانم دکتر من خودم یه سوال دارم. الان شما حدود حقوق کسی که فقط امتحان زبان تخصصی داده میره داروخانه اونو به ما گفتیم، ولی الان یکی رجیستر بشه توی برلین حدودا حقوقش چقدره؟ منظورتون چیه؟ داروساز رجیستر رجیستر. شده کامل که آها همه اون امتحاناشو داده دیگه تنها میتونه وایسه. اکروبیرت آره که آره. جا تا جا فرق داره، معمولا بالای تعرفه پرداخت میکنن، به قدرت نگوشیشن شما هم بستگی داره بگردین به چیزی. داروخونه با داروخونه هم فرق داره، ایالت با ایالت خیلی فرق داره، ولی حدود فکر میکنم 4000 یورو اینجا، خیلی زیاد نیست ولی باید قبل بالای مالیات رو تعرفه حقوق بگیر. میگیم، قبل مالیات رو داریم میگیم برای بله 4000. حقوق ناخالص، ولی باید چیز کنید. با حقوق بالایی نیست نسبت به مثلا چه میدونم اینجا برنامه نویسا مثلا حقوق خیلی فوق اونا العاده همه خوبی جا دارن. همین جوریه. آره اونا همه جا همین جوریه. ولی واقعا حقوق خیلی بالایی نیست. ایالت‌های دیگه میدونم از برلین بهتره، مثلا هامبورگ میدونم حقوقش بالاتر، خب فکر کنم هزینه‌های زندگیش هم بالاتر، یه مقدار بالاتر، اما حقوقیه که کافیه، میشه باش اجاره داد، تفریح کرد، حقوق به نظرم کافی میتونه باشه برای یه ببین نفر. من یه نکته اما رو همیشه سعی اون میکنم قبال نیست. بگم، باز بچه ها باید وقتی که میخواین کشور انتخاب کنن اینو مد نظر قرار بدن. شما حواستون پرت کامنت ها نشه، من دونه دونه میرم سوالا رو ازتون میپرسم، نگران اون نباشید. ولی بچه ها شما وقتی میخواین کشور انتخاب کنید باید فکر کنید که میخواین تو مدل سوسیالیستی زندگی کنین یا کپیتالیستی. کشورهایی که مدل سوسیالیستی هستن شما ولفر بالاتر دارین، یعنی مثلا مریض بشین نگران هزینه بیمارستانتون نیستین، اگه بسیار بچه داشته باشین بچه‌تون راحت میره مدرسه، هزینه اضافه نمیدین. اینا هست، ولی از طرفی حقوق خودتون اونقدر بالا نیست، در حدیه که اجاره خونه‌تون رو میدین، خریدای عادی یه خانواده رو دارین، همون خریدای گروسری استور، یکی دو تا مسافرت در سال دارین، ولی مثلا شاید نتونین یه ماشین لاکچری بگیرین با اون زندگی کنین مثلا. چرا میشه میشه؟ اونم میشه اوکی. آره. حالا قرص نمیشه بگیرین 911 ولی میشه آره ماشین خوبی بگیرین. آره اما یه چیزی هم بگم. بالانسه دیگه. آره آره بله. اینو یادم اومد توی ببخشید داشتیم صحبت میکردیم، 2 تا چیز میخوام بگم. یکی خوبیای، حالا میخوام خوبیای آلمانم بگم، چون مثلا الان بعد از لایو میگم خب چرا بریم آلمان. بدترین سختیش زبانشه، بعد بهتون بگم. یه سری فست زدناشونه این زمان انتظارهای طولانیه اینه که سخته، اما شما همه این پولا رو بعداً میتونین از مالیاتتون پس بگیرین، پول امتحان. آره یکی این دو، این که همینطور که گفتین اصلا استرس کاری ندارین، یه سرما میخورین میرین دکتر براتون 5 روز 6 روز مرخص میتونین نمیرین، خیلی راحت، اصلا هیچ مشکلی نداره اصلا. یکی اینه مثلا این حمایت های این تیپی داره. گفتم من مثلا اومدم اینجا واسه کلاس زبانم به یک درس خیلی مثلا 4-5 ماه طول میکشه، اصلا صرف اقتصادی نداره، چون خودت یاد بگیری بری سری به کار جوینشی خیلی بهتره. اما خب اونا ساپورت کردن، یه چیزی در حدود 2000 یورو پول اون کلاس میشد مثلا دادن. یکی این و یکی این که پاسپورت، شما حقوقتون میره تو رنج حقوق بلو کارت میره. بلو کارت چیه؟ بلو کارت چیزی که شما بعدا خیلی هم پیوسته راحت تری میتونین بگیرین اگر خواستین، مزیت هایی داره، هم زودتر میتونین پاسپورت بگیرین،
و اینجوریه که شما اگر تو اون رنج رفتین بلو کارت میگیرین، طی یه شرایطی حتی میتونین شما بعد از 3 سال پاسپورت درخواست بدین. حالا ممکنه پروسه بررسی و اینکه بهتون بدن یه مقدار طول بکشه، طولانی بشه، بسته به جایی که هستین تو صف باشید. اما شما نمیدونم کشور دیگه اینقدر سریع میتونید پاسپورت بگیرین یا نه، ولی توی آلمان فکر میکنم خیلی سریع میتونید پاسپورت بگیرین و برای من مهمترین مزیتش اینه شما پاسپورت یک کشور اروپایی رو که کشور بعدی هم نیست دارین و دیگه آزادین، میتونین خیلی بعدا انتخاب و تصمیم بگیرین. و من فکر می‌کنم که خب زبان آلمانی خیلی به درد نمیخورم، خیلی جاها تو اروپا به درد میخوره، چه میدونم سوئیس، اتریش که اتریش خیلی کشوریه که رفاه زندگی توش بالاه و صنعت داروسازی. من خودم هدفم ورود به صنعت. شما ممکنه که بدون اینکه مدرکتون رو معادل سازی کنیم شاید بتونین کار پیدا کنین اگر سابقه صنعت دارین. توی ایران خیلی جاها مدرک معادل سازی شده برای کار کردن توی صنعت نمیخوان. مدرک ما 2 جنبه داره توی آلمان، یه جنبه پرکتیس توی بیمارستان و داروخانه، یه جنبه کار توی صنعت و شرکت‌های دارویی. توی اون جنبه یه سه جا خودشون میخوان که تو مدرکت معادل سازی شده باشه، ولی همه جا نه. شاید بتونین تلاش کنین، شاید بتونین کار پیدا کنین اصلا از همون اول با جاوا فر بیاد. نمیگم راحته، اگر سابقه کاری نداشته باشین که اصلا راحت نیست، شاید قبول نکنن، ولی سابقه کاری براشون خیلی مهمه اینجا توی شرکت‌های دارویی صنعت اگر بودین. و من چرا میخوام مدرکم معادل سازی کنم با اینکه میخوام برم توی صنعت؟ چون که یه سری وایتابیلدون بهش میگن، شما فرصت پیشرفت شغل دارین، یه سری دوره‌هایی میگذرونین اینجا ارائه میشه واسه هر رشته‌ای که من با مدرکم معادل شده باشه که بتونم توی اون دوره ها شرکت کنم و میخوام بعداً وارد فیلد صنعت داروسازی بشم که خب توی آلمان هم صنعت خیلی پیشرفته و گنده ای دیگه. صنعت حقوقش اینم تا جایی که من میدونم صنعت توی آلمان حقوقش از داروخانه بیشتره. من خودم سالها با CSL برین کار میکردم. CSL برین تو آلمان تو ماربورگه، یه شهر خیلی کوچیکه. الان تو ایالت هسنگ دارین، یه همچین چیزی بود اسمش. خب تو هسنگه. بعد خب من خیلی اونجا رفتم و خیلی کارمنداشون ایران میومدم، مثلا با اونا صحبت میکردم، مثلا حقوقاشون بین 5 تا 6 هزار یورو بود. ولی خب اونا آلمان درس خونده بودن و آلمان یا سوئیس درس خونده بودن و بعد میرفتن اونجا سر کار. به هر حال من فکر نمی‌کنم تو داروخانم فرصت پیشرفت حقوق نباشه. حتما تو داروخانه هم چند سال کار کنین و اینا حقوق بالاتر میره. مدیر داروخونه بشین، میتونین پروموشن بگیرین، پروموشن. ولی نمیدونم پروموشن ما دکتریم دیگه توی ایران، ولی اینجا نیستیم. اینجا فکر کنم بعد برین دوباره اقدام کنین، برای اینکه یه سال فکر کنم بعد بخونین همچین چیزی. خیلی اطلاعاتی ندارم. ولی صنعت یه ذره بستگی داره شما چیام بلدین دیگه، چون صنعت خیلی ریزی و خیلی تخصصی و اینا میشه. ورود بهش سخته. ببین من از دوستایی که تو آلمان دارم و مثلا یکیشون همینطوری دانشجویی وارد آلمان شده و همزمان با دانشجوییش وارد صنعت شده، به من میگفت بزرگترین مشکل کلا زبانه. میگفت الان من آلمانی نمیتونم حرف بزنم ولی میتونم بفهمم و اینکه منو قبول کردم. میگن تو با ما انگلیسی حرف بزن ولی ما آلمانی جواب تو میدیم که تو آلمانیت هم بهتر بشه. خب یعنی به هر حال همچنان نگاه اون صد بزرگی اول زبان آلمانیه. ولی بعد دیگه همه فرصت ها باز میشه برای شما. من چون سابقه کار تو صنعت ندارم، احتمال بعد برم یه حالت کارآموزی طوری یه جوری اینجوری وارد صنعت بشم. ورودش یه مقدار برای کسی که سابقه کاری نداره، چرا اگر ایران داشته باشه احتمالاً خوب میگیرن، ولی یه مقدار سخته. میخوام یکم حالا رزومه سازی کنم یا از همین باعث بیلونگا بگذرونم. اما خوبیای آلمان اینه که اگر به صنعت هم علاقه داری، من فکر می‌کنم خیلی فرصت زیاد هست. داروخونه هم میتونید بزنید، این هم هست. حتی میتونید داروخونه هم بزنید که به داروخونه علاقه دارید، میتونید خودتون صاحب داروخونه بشید. خیلی عالی. این خب اگه که گفتم پایه شروع کاره، یعنی اغلب آدم حقوقشون بیشتر از اینه، یعنی ناامید نشین، بعد مدیر داروخونه بشین بیشتر میشه. یه سری به خودتون چیز فیچرهای اضافه کنین. حالا نمیدونم اینجا باید بیاین تا ببین منظورم چی، باز میتونه بیشتر نوت دینس داره مثلا، یه سری شیفت های اینطوری داره. خب اگه اجازه بدی من الان سوال دارم. ببین بعضی از بچه‌ها
ها مثلا هند درس خوندن. خب بچه‌ای که هند درس میخونن تو هند اجازه کار ندارن. خب بعد اینا یعنی پروانه نمیتونن بگیرن اصلا تو هند. بعد یه سری اون وقت حالا من این چیزی که میدونم یه سری از بچه‌ها مثلا قبرس درس میخونن. خب بعد اون دانشگاه ها رو ایران هم الان دیگه قبول نداره، یعنی از لیست مورد تایید ایران هم خارج شده. حالا الان اینا پروانه ندارن، پروانه کار. شما میدونین اینا چارشون چیه، چی کار میتونن بکنن؟ نه متاسفانه من فهمیدم که برای اینکه بدونین دانشگاهتون رو آلمان بتونین اینو فقط بفهمین که دانشگاهتون رو آلمان قبول داره یا نه، هر رشته‌ای باشین فرق نمیکنه. حالا نمیدونم فقط کسای رشته پزشکی دارین، داروساز دارین، نه این مراحل مهندسی پزشکی هم تقریبا شبیه همین راستی یا توی آلمان. آره همین، یه امتحان زبان تخصصی و بعدم یه امتحان دانش و قوانین. ببینین یه سایتیه به اسم آنابین سرچ کنین، بعد اسم دانشگاهتون در رشته‌تون رو که ببینید، وقتی که مثلا اچ پلاسه یا پلاسه اونجا مشخصه که دانشگاه شما رو قبول داره آلمان، یعنی جزء این لیست هست یا نه، میتونید دانشگاهتون رو اونجا پیدا کنید. اگر پیدا کنید حداقل تا این حدش رو میتونید بدونید که دانشگاهتون قبول شده است، پذیرفته شده است. اما نمیدونم پروانه کار باید چی کار کرد واقعا. میشه اینم ایمیل بزنیم بپرسیم ازشون؟ اینم میشه همه چی رو شما ایمیل کجا باید بزنید. ایمیل بزنیم؟ به اون استان؟ آره ببینید چه استانی میخواین، همه انتخاباتونو که کردین به همون جا، چون هر ایالتی تصمیم گیرنده مثلا همون سازمان، یعنی مثلا سازمان وزارت بهداشت اینجا نمیتونه به شما جواب بده واسه یه ایالت دیگه. متوجه شدم. خب سوال بعدی رو بچه من جوابشو یاد گرفتم موقع لایو. سوال اینه که پروانه کار همون مدرکی هست که بعد طرح آزاد میشه؟ پروانه کار همون پروانه مسئول فنیه؟ نه. شما پروانه مسئول فنی میدونید؟ آره آره همون که اونی میزنیم نیست به که دیوار آزاد میشه. داروخونه میزنیم آره مثلا، یا بهتون پروانه آره میدن به همون. دیوار شرکت میزنیم. اونه. حالا اونی که بعد طرح آزاد میشه دانشنامه‌تونه آره اون که دانشنامه. الان بچه‌ها باید نگاه کنید ببینید شاید تعهداتتون هم نیاز باشه بگذرونین دیگه. یعنی یا کلا بخرین. آره یا خانم دکتر گفتن که دانشنامه و ریزنمره که نیازه. و تفکیک دو. جدا از اون یه تفکیک دروس هم باید بگیریم که شما اگه مشکلتون کلا آزادسازی مدارک باشه اون دوتا رو که آزاد کرده باشین تفکیک دروس هم بهتون میدن. ولی پروانه کار یعنی باید درخواست بدین یه جای کار کنین، اون پروانه‌تون مثلا همونی که میزنین به دیوار نوشته مثلا خانم دکتر کیمیایی، اون همونی که میزنین به دیوار میشه پروانه کارتون. من درست جواب دادم؟ خوب یاد گرفتم؟ درست جواب دادین. فقط یه مشکلی بر من به وجود اومد توی اسپانیا که این اینترنتی بود و معاونت داروی ما هم نمیفهمید که من یه مهری میخوام که بتونم اینو لگال کنم و برای من یه همچین مهری نزد. اینجا اول بهش گیر دادن، بعد این که مسئول بررسی مدارکم عوض شد و اون نمیدونم متوجه نشد، گیر نداد. من رفتم با صحبت کردم، حضوری قرار گذاشتم، اونو برام تیک زد. حالا یا شانسم گفت یا هر چی، ولی اونو هم باید یه مهری آخه پروانه‌تونه یه چیز رسمیه، یه جوری بگیرین یه جوری برین بجنگین. نمیدونم حالا معاونت داروسازی اصفهان که خیلی قضا رو خیلی همکاری نکرد با من، ولی اون پروانه به قول شما همونی که قاب میکنن معمولا اون یه چیز رسمیه، اون قابل لگال شدن باید باشه، نمیشه که نباشه و اون باید لگال شه. به من گیر دادن که چرا اون لگال نشده، ولی بعد نمیدونم دیگه یه سری دادهای خیلی باعث شد اون قضیه. خیلی ممنون. خب سوال بعدی اینه که لطفا درباره سابقه کاری هم توضیح بدین. آیا نیاز هست حداقل 2 سال سابقه کار داشته باشین؟ اینم بعد برین. من آوردم با خودم، به هم نگفتن که تو نقطه مدارک اینو من چون گذاشته بودم برام نگفتن، ولی نمیدونم واقعا لازم بود یا نه. اینم ایالت به ایالت برین ببینین. من چیز سختی نیست اصلا. شما توی سربرگ داروخونه، هر داروخونه که کار کردین، من تا 2 سال گرفتم اینجوری، ولی 4 سال کار کردم ولی 2 سال گرفتم. می نویسین که من به عنوان مسئول فنی این وظایف رو داشتم، وظایف مسئول فنی رو مثلا چیز میکنی می نویسین و مثلا همین یه همچین چیزی از طرف کارفرماتون. بعد مهر امضای داروخونه و همین پایینش تلفن و آدرسی داشته باشه. همین میگم به من چیزی گیر ندادم، من همونو ترجمه معمولی کردم و گذاشتم. اصلا چیز سختی. متوجه شدم. سوال بعدی اینه که مدارک رو
قبل لیگال باید ترجمه کنیم. اینو توضیح دادی، حالا میخوای یه بار دیگه هم بگیم. مدارک اینجوریه که ببین ترجمه یه سری مهر میخواد، مهر وزارت میخواد تهران، بعد بزنین که قابل ترجمه یه رسمی بشه. مدارک علوم پزشکی این شکلیه، دانشگاه چیز فرق میکنه. اون مهرها رو بعد بریم بگیرین و مراحلش رو طی کنین. دانشگاه مهر میخواد و وزارت مهر میخواد، یه عالم مهر میخواد. بعد میرین ترجمه رسمی میکنین، بعد اون ترجمه رسمی رو میدین لگال میکنین، میدین ویزامتریک براتون لگال میکنین. خب یکی از دوستان یه سوالی پرسیدن که یه ذره برای من عجیبه. نوشتن که کسی که دوره اینترنشیپ رو نگذرونده باشه ولی مدرکش رو دریافت کرده باشه بازم میتونه اقدام کنه یا حتما باید اینترنشیپ داشته باشه؟ منظور مگه میشه کارآموزی از اینترنشیپ، من نمیدونم منظورشون از کار اینترنشیپ جزء چیه، هم کارآموزی واحدهای درسیه مگه میشه؟ اگه کارآموزی مد نظرتونه بچه خب هر درسی یه کارآموزی هم داره دیگه، اصلا درسته؟ جزء واحدهای مگه میشه واحده مدرک رو دیگه. قبل از اینکه همه واحدات رو بگذرونی بگیری؟ آره نه اینو که حالا خانم دکتر شما که این سوالو کردین ما خیلی سوال برامون واضح نیست، اگر مثلا فکر می‌کنین ما آره. متوجه نشدیم دوباره بپرسین الان، یعنی واضح تر توضیح بدین. خب سوال بعدی اینه که میشه بگیم منابع آزمون اول از کجا پیدا کنیم؟ بچه‌ها منابع آزمون رو قرار شد خانم دکتر بدم، من بذارم تو کانال، ولی ایمیل خودشون هم میدن، اگه با سوال داشتین ازشون بپرسین، الان من توضیح میدم دوباره. توی اون سایتی که میرین مثلا میگه این آزمونا توی سایت نظام داروسازی که مثلا قرار اونجا آزمون بدین، میگه که مثلا چه میدونم شما باید مجله های فلان و فلان رو بخونده باشین، یه چیز کلی راجع به منابع میگه، ولی نمونه سوال آخرش مهمه دیگه، اون چیزایی که توی امتحان معمولا میاد که اونا رو بعد همینجوری برین از کامیونیتی کسایی که قبلا امتحان دادن پیدا کنین که من بهتون میگم کجا و چی. خب سوال بعدی اینه که برای لیگال کردن و اقدام کردن میتونیم در دوره طرحمون این کار رو انجام بدیم یا حتما باید مدارک رسمیمون آزاد شده باشه؟ مدارک رسمی رو میخواین که بتونین خب لگال کنین دیگه، خب بعد پس نیاز وجود خارجی داشته باشه. خب بعد از معادل‌سازی امکان کار در صنعت یا بیمارستان هم هست. صنعت رو که توضیح دادیم، اگه بیمارستان چطوریه بتونین صنعت؟ واردش بشین قبل از معادل سازی هم امکانش هست بیمارستان توی صنعت. چطوریه نه مرحله؟ بیمارستان حتما برمونده. بیمارستان باید چیکار کنیم؟ بچه ها میگن بعد از معادل سازی، یعنی همه امتحانا رو بدیم بیمارستان میتونیم بریم کار کنیم؟ بله شما هر جایی که کار پیدا کنید میتونید. پس بچه من برداشتم اینه که شما معادل سازی که کرده باشین محدودیتی در انجام کار ندارین، هم میتونین داروخانه برین هم میتونین بیمارستان برین. صنعت اگه بتونین واردش بشین خب خیلی لزوما معادل سازی نمیخواد، ولی شاید با معادل درست سازی براتون راحت تر باشه. 100% راحت تر میشه. آره. بله. بعد از رجیستر لایسنس امکان ادامه تحصیل در مقطع پی اچ دی یا رزیدنسی بالینی هست؟ من دنبال اینو نگرفتم ولی میدونم احتمالاً بر همون معادل سازی رو انجام بدین و به قول شما همون رجیستر، اینجا بهش میگن اپروباسیون به رجیستر اینجا. مثلا اگه کلید واژه‌ای برای سرچ وقت میخواین، نمیدونم من دنبال ادامه تحصیل رو مثلا نرفتم سرچ کنم ببینم چیا میخوام. بچه پی اچ دی تو هیچ کشوری معادل سازی نمیخواد. خب شما اگر پی اچ دی میخواین بخونین وضعیتتون با وقتی میخواین رزیدنسی بالینی بخونین فرق داره. حدس من اینو مطمئن نیستم، حدس من اینه که رزیدنسی بالینی رو شما باید براش معادل سازی کرده باشین، یعنی به عنوان کسی که لایسنس داره شناخته شده باشین بعد بتونین وارد رزیدنسی بشین. ولی برای پی اچ دی همین الان از ایران هم میتونین اقدام کنین بدون گذروندن هر امتحانی وارد پی اچ دی بشین. قبلا هم لایو آلمان رو داشتیم برای پی اچ دی، میتونین بریم ببینید تو کانال یوتیوب هست. خب سوال بعدی این که میشه ویزا فقط برای امتحان اول بگیریم؟ این جواب بدیم ولی حالا بگیم ممنون میشم. ویزا فقط برای امتحان اول میشه 16F، برای هر دو با هم میشه 16D. تایپ ویزاش فرقش، میتونید سرچ کنید ببینید چیه، مثلا یه چیزی داره همین سرچ که بکنید قشنگ همه چی رو میاره، فقط اسمش ایناست 16F و 16D. خب یکی از بچه‌ها خیلی سوالاش تخصصی، معلومه که یه ذره از راه رفته. خب میگن که یک سری از مدارکی که حتما باید در آلمان تهیه بشه رو ما از ایران نمیتونیم تهیه کنیم، نقصی میزنن که بعد از اینکه ویزا بگیریم چجوریه؟ آره شما اصلا نیازی نیست که اونا رو هم موقع تهیه کنید، میگن اصلا لازم نیست که مدارک کامل بفرستین.
مدارک کامل برای وقتیه که میخوان اجازه کار بهتون بدن، یعنی امتحان زمان تخصصیتون هم حتی میتونین بدین خب بدون اینکه مدارک کاملی بفرستین. ولی اگه میخواین اون اجازه کار رو از وزارت بهداشتشون بگیرین که بتونین کار کنین، اون موقع است که بر مدارکتون بجز امتحان آخر که قراره بعداً بدین همش کامل باشه که اون موقع میتونین کاملشون کنین. یعنی تا قبلش اصلا شما نیازی ندارین توی ایران همه اینا رو کامل کرده باشین، ولی خب چیزایی که اصلی لگال شده باشه با اینا رو انجام داده باشین دیگه، اونا رو بعد انجام بده. مرسی. سوال بعدی اینه که اگه ممکنه در مورد کار در داروخانه به عنوان یه فرد غیر آلمانی توضیح بدید. فکر کنم بیشتر منظورشون دیسکریمینیشن و اینا. شما چیز خاصی احساس کردین به عنوان کار خارجی توی داروخانه اونجا؟ والا یکم برلین فرق داره با همه جای آلمان. شاید من نتونم جواب این سوال رو به درستی بدم. اینجا تقریبا چیزی حس نمی کنی، چون که داروخونه قبلی که بودم اصلا کارمند آلمان تو اقلیت بود، همه مهاجر. اما مثلا حالا این داروخونه جدیدی که رفتم اغلبشون آلمانی و توی محله که مشتری ها همه آلمانی و من چیزی حس نکردم. شاید پیرزن خیلی پیرن، مثلا میانگین سنیه کسایی که به داروخونه مراجعه میکنن بالای 80، ولی جدی میگم این اصلا شوخی ندارم در این مورد. ولی مثلا بعضیشون شاید بد اخلاقی کنن و حس کنی به خاطر اینه که زورش گرفته حالا تو مثلا آلمانی نیستی، ولی خیلی کم پیش میاد و اغلب رفتارهای خوب میبینی. حالا منم اغلب رفتار خوب دیدم. اون چیزایی که ممکنه ما رو اذیت کنه اینه که خیلی توی چارچوب عمل میکنن، یعنی اصلا نمیدونم بگم از عدم خلاقیت، از پایبندی شدید به قانونه، نمیدونم چی بگم، اینا ما رو ممکنه اذیت کنه. مثلا شما اگر بخوای چه میدونم شیفتتو تغییر بدی بعد از کلی قبلش بگی، بخوای مرخصی بگیری بعد کلی قبلش بگی. و شما اگه مریض بشی مثلا از هیچ چیزی هم نداشته باشی، هیچ مشکلی باش ندارن، مریض شدی 2 هفته نمیای خب. ولی مثلا اگه بگی یه روز حتی بخوای آره اینو باید خیلی زودتر اطلاع داده باشی. با این مشکل دارم این چیزای اینجوری شده. تعطیلات تابستون که از چند ماه زودتر، چون تعطیلات تابستون و همه میخوان برن تعطیلات و مرخصی هم طولانی، اینجا 2 هفته 3 هفته اینطوری میری مرخصی. اونا که باید خیلی زودتر بگی. چیزای امرجنسی هم معمولا میرن مثلا یه گواهی پزشک مینویسن حتی اگر مریض نباشن و حلش میکنن قضیه رو. ببین من که الان تو کانادا کار میکنم منم همینم و ما مثلا توی ژانویه مدیر ما یه ایمیل داد، یعنی مدیر عامل یه ایمیل داد که هیچ کسی دیگه نمیتونه تو جولای مرخصی بگیره چون جولای دیگه شورت استفید. اینجا هم همین حاله. میخوام بگم یعنی مختص اونجا نیست، مثلا جولای میگم دیسکریمینیشن نیست که قرار ما رو اذیت کنه. اینجا تفاوت فرهنگیه، یعنی مثلا اون چیزاییه که واقعا خیلی تفاوته با کسی که توی ایران کار کرد، اوناست که واقعا ما رو اذیت میکنه. یه چیزاش خوبه میگی آخه چه خوب چه بهتر، یه چیزایشه که خب اذیتت میکنه، طول میکشه بهش عادت کنی، تو هم اونجوری بشی یا نشی و تحمل کنی. اما اون چیزی که رفتار بد نجات پرستانه ببینی از آلمانیا خیلی کمتر میبینی تا از چه میدونم ترکایی که اینجا هستن یا عربایی که اینجا هستن، از اونها شاید بیشتر ببینی تا از آلمانیا. خب سوال بعدی اینه که اگر یک کشور غیر از ایران درس بخونیم بعد بخوایم بریم آلمان، بهتره با ام فارم بریم یا فارم دی؟ فرق داره اصلا؟ فکر نمی‌کنم اینجا خودشون اینجا اصلا فارم دی ندارن. فرق نداره بچه‌ها. از کجا میشه متوجه شد شانس امتحان دوم در یه ایالتی 2 بار یا 3 بار هست؟ اونی که توی همون سایت می‌نویسی، تو همون سایتی که همون چیزی که مراحل آنرکنگو طی می‌کنی، مثلا ازت یه سری اطلاعات اولیه میگیره، بعد میگه خب کدوم ایالت می‌خوای باشی، بعد اون ایالتی که میگه خب این میشه جایی که تو باید مثلا بری کارتون اونجا پیگیری کنی و اینا، وبسایتش رو برات میاره و همونجا توی لیست مدارک، توی اون در مورد توضیحات امتحان، هر چیزی که اطلاعاتی که اونجا هست حتما مینویسه که شما چند تا میتونید. توی نامه‌های بعدی هم که بعد میفرستن میگن، ولی خب خیلی خوبه که 3 بار باشه تا اینکه 2 بار باشه دیگه. آره.
خب یه نفر یه سوال خیلی خوب پرسیده، میگه بعد از اتمام معادل سازی تو یه ایالت ما تو بقیه ایالت ها میتونیم بریم کار کنیم یا نه دیگه؟ بله میتونیم. بله خب پس بهتره برن ولی ایالت آسون تره، بعد اگه خواستن جابجا آره کنن جابجا ولی کنن. ولی توی این پروسه نمیتونین عوض کنین، اصلا امتحانشون باید نمیتونین. امتحان آخر رو بدن تموم بشه، بعد میتونن آره جابجا کنن. بعدش اجازه خب کارتون هم که بهتون میدن، مثلا موقت میتونین کار کنین تا امتحان بعدی رو بدین، مختص به همون ایالتی که توشین. بله مرسی بچه. حقوق خالص اینا رو پرسیدی، اینا رو خانم دکتر توضیح دادن تو لایو، میتونیم بعدا ضبط شدهش رو ببینیم. آیا سابقه پرداخت بیمه ایران ما مهمه؟ نه سوالشون نه. ام، واسه حقوق هم یه سایتی اسمش آدکسا تعرفه ها رو مینویسه، ولی میگم بالای تعرفه باید ببندین همیشه، هیچ وقت رو تعرفه نبند. آها. و اینکه حقوق داروساز بیمارستانی فرق داره با داروخانه شهری، بالاتره یا نه؟ نمیدونم ولی اینو میدونم که اینجا کلا هر چی که مسئولیتت بیشتر بشه حقوقت بالاتر. بالاتر میره. فکر کنی سابقه کار تو بیمارستان ایران تاثیر داشته باشه تو کار گرفتن تو بیمارستان؟ حتما تاثیر داره، ولی کلا اینجا نیاز کار خیلی موثرتر از هر چیزیه. حرف اولو میزنه توی آن، واقعا نیاز کار وجود داره. اصلا نمیگم هیچ به هیچ وجه نمیگم که بازار کارش باز شده، کار نیست، تو همه چی کار هست. پیدا کردن کار توی آلمان یه چیزی، اگر شهرهای شلوغ باشین پیدا کردن خونه خیلی مصیبته. یعنی شما خیلی 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 کار رو به مراتب راحت از خونه پیدا میکنین، یعنی چندین ویتینگ لیست برابر داره. راحت. نگران پیدا کردن خونه باشین ولی نگران پیدا کردن کار نباشین. خب برای گرفتن ویزا حتما باید مدرک B2 آلمانی داشته باشیم. برای گرفتن ویزا آره، چون که برای امتحان زبان تخصصی نیاز به مدرک B2 داریم، ولی میدونم که هامبورگ فکر میکنم اینطور استثناء، هامبورگ اینطوری نیست. حداقل تا اون زمانی که من میدونستم، الان فکر نمیکنم الان تغییر کرده باشه. ولی هامبورگ شهر گرونیه و دوباره زمان انتظار طولانیه، اینم در نظر بگیم. و اصلا به نظر من بهش نمیارزه که شما B2 نداشته باشین و وارد آلمان بشین. اذیت میشین، در جریان باشین که اذیت میشین. بله. خب سوال بعدی اینه که کلا فقط 2 تا امتحان شفاهی هست معادل سازی یا بازم ادامه داره؟ من فکر کنم همین. نه همین امتحان B2 که چیزه، شما با یه مؤسسه میدین تلک چه من بوته فلان اینا، اون یه امتحان بر خودش و این 2 تا هم شفاهیه. نه دیگه امتحان دیگه نیست. خب این خانم دکتری که سوالای خوب میپرسه الان یه سوال پرسیده که آیا مدرک ECL سطح B2 آلمانی به عنوان پیش نیاز معادل سازی قابل قبوله یا فقط گوته؟ چون گوته تو ایران مدتی که لغو شده. فکر کنم گفتی اینو باید استانی دونه دونه چک کنن. استانی مینویسه دقیقاً که چه مؤسسه هایی، و اگر هم شک داشتین میتونین همون جایی که باید برین، میخواین برین چیز کنین، ایمیل بزنین بگین فلان مدرک قبوله یا نه. خیلی عمالی. آره. خیلی عمالی. سوالا تموم شد خانم دکتر، شما نکته‌ای هست که بخواین اضافه کنین؟ نکته‌ای که ببینم چیزی یاد داشت نکردم اینجا، نه فقط در مورد کسب اطلاعات، همین سایت خیلی مهمه آنرکنونگ. اگر که بخوایم تا حالا کامنت کنم یا به شما بدم بگین بنویسین، اصلا هم بنویسین آنرکنونگ میاره، هم اول چیزی که میاره چیزایه. و خیلی هم راحت کار کردن باهاش، خیلی یوزر فرندلیه، اصلا اذیت نمیشین، خیلی راحت اطلاعات کسب میکنین. حقوقم تعرفه های چیزی به اسم آدکسا میتونین توش پیدا کنین دیگه. اتاق ایران آلمان بهتون کمک میکنه اگه میخواین فارسی سوال بپرسین. و یه سری حمایت های خیلی ریزی هم دارن توی یه سری ایالت ها، یعنی خیلی کار خارق العاده نمیتونم براتون بکنم ولی حمایت هایی دارن. و اینکه دیگه در مورد کورس هم هزینه‌اشو گفتم، کورس زبان تخصصی و دانش، ولی من فکر می‌کنم هر کسی خودش هم بخونه میتونه، مثلا نیازی نیست حتما کورس بگیره. اما خب امکان داره که هزینه کورستون رو برای امتحان دانش اداره کار کمک کنه. اون موقع که میان اینجا اجازه کار میگیرین و کار میکنین، این احتمالا در نظر بگیرین اگه خواستین برین دنبالش. ولی دیگه اینا همش چیزایی که از تو آلمان باید پیگیری کنین دیگه. خیلی عمالی. خیلی ممنون از لطف خواهش شما. میکنم. متشکرم. مرسی که وقتتون رو به من دادین. خواهش میکنم. مرسی. اگر کسی خواست میگم چیزی
براش بفرستم. میتونه ایمیلمو کجا بذارم ایمیلتون کامنت برای من کنم؟ بفرستین، آها برای من بفرستین، من زیرنویس ویدیو میذارم، بچه ها آها میتونن خوبه. کلیک کنن روش. باشه خیلی براتون ممنون، میفرستم. مرسی خواهش میکنم. ازتون. خوشحال متشکرم. شدم. خداحافظ. خواهش میکنم. ممنون. خداحافظ. خداحافظتون.